تیم ورزشی پرسپولیس، استقلال، یوونتوس لینک داری. اگه طرفدار تیمی هستی انرژی تو داره میدزده. و خب اخبار که نگاه میکنی، اخبار کارش دزدیه، ازت دزدی میکنه، رسانه ازت وقتی میشینی یه سریال نگاه میکنی، سریاله ازت داره دزدی میکنه. چی میدزده؟ انرژی تو داره میدزده. سریالا رو مخصوصا میشینی، سریاله احساسات، عواطف، هر چیزی که با احساسات، عواطف درگیرت میکنه. ازدواج کردی، جدا شدی، 10 سال جدا شدی، هنوز با اون طرف لینک داری، بهش فکر میکنی، فوش میدی بهش، خشم داری، کینه داری، قضاوتش داری میکنی، چون نمیدونی اون آدمی که 10 سال باش جدا شدی، اون آدم بهترین دوست تو بوده، معلمت بوده، اومده بهت یه درسایی یاد بده که رشد کنی. ولی چون این مطالب ما نمیدونستیم، به ما آموزش ندادن، ما نمیدونستیم. خب